دادگاه نویای شومنصور شهر دوشنبه نگورا احمدووا را با جرم کودک‌ربایی به 9 سال و 6 ماه زندان نظامش عمومی محکوم کرده است. این ساکن دهه کمپیرقلعه نویای رودکی که در اسار شور کرده بود به آن عیبدار دانسته شد که روز 3 نوامبر سال 2021 از مرکز سلامتی رقم 13 شهر دوشنبه یک کودک 2 ماهه را دزدید. او را یک روز بعد دستگیر کردند. منابع بامداد گفته بودند که نگورا احمدووا برای خلاص شدن از طعنه بی‌فرزندی چند ماه خود را حامله وانمود میکرد و بعد دزدیدن کودک آن کودک را خودم نفت تولد کردم گفته به خانه اش برده است و به شوهرش که در روسیه در مردکاری قرار دارد نیز زنگ زده خوشخبر رسانیده است که ببین چه کودک زیبای برایت به دنیا آوردم. حکم دادگاه شومنصور در این پرونده پرسر و صدا هنوز 22 ینور صادر شده است، ولی مرکز مطبوعات دادستانی کل تاجیکستان روز 3 مارس برخی تفصیلات آن را نشر کرد. بنا به اطلاع دادستانی احمدووا نگورا سال تولدش 2001 مقصد گذاشته است که برای فریب و سوء استفاده باوری شخص بر علاینا نابالغ را ربوده در نزد خویش و تبارش کودک را همچون فرزند خود معرفی نماید. خود همان روز تخمینا ساعت 15:00 او در اساس نقشه تعریضی نمودهش که از آدم ربایی یعنی پنهانی برای فریب و سوء استفاده باوری ربودن شخص بر اعلی نابالغ عبارت بود به مرکز سلامتی واقع در شهر دوشنبه کوچه بخارا به نوع 50 رفته در جستجوی کودک نوزاد شده است. سپس با مقصد رسیدن به نیت خود که از غیر قانونی برای فریب غصب کودک عبارت بود با همراهی نظر و منظوره با دکتر عصبشناس در آمده فرزند نام برده جلالوف آرو از معاینه دکتر عصبشناس گذرانیدند. دکتر عصبشناس کودک جلالوف را معاینه کرده آنها را به معاینه دکتر گوش و گلو و بینی روانه کرده است. بعد امر به معاینه دکتر گوش و گلو و بینی در برآمدن او با مقصد غرض نظر و را به گمراهی انداخته ابراز نموده است که ینگش در مرکز سلامتی مذکور به صفت دکتر فعالیت میکند و ضرور است که پسرش جلالوف آرو از معاینه گذراند. احمدووا برای فریب به باوری نظر و در آمده کودکش را از دستش گرفته با بهانه آنکه برای معاینه دستپوشک ضرور است نظر و را برای خریدن دستپوشک به داروخانه بیرون از مرکز روانه کرده است. من بعد او دیده و دانسته که طبق ماده 34 کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان کودک تحت حمایه و غمخواری مخصوص دولت است. بعد برای فریب برای دستپوشک روانه کردن نظر و از فرصت استفاده برده ضد اراده نام برده پنهانی فرزند خردسالش جلالوف آرو را بوده به منزل استقامتی والدانش واقع در سروغه نویای رودکی جماعت دهات جمتیپه دهه قمپیرقلعه خانه رقم 14 برده این کودک را به خویش و تبار خود همچون کودک نو تولد کردهش معرفی نموده است. بعدا او خود همان روز طریق شبکه اجتماعی واتساپ به شوهرش عبداللایف رضی‌الله سعیدویچ که در روسیه قرار داشت عکس‌های کودک جلالوف آرو روان کرده مبارکبادی نموده است که گویا فرزنددار شدند. کارمندان میلیسیا نگورا احمدووا را صبح 1 دکامبر در خانه والدانش دستگیر کردند. پروکورور نویای شومنصور شهر دوشنبه نسبت احمدووا نگورا با ماده 130 قسم 2 بند 10 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان با اتهام کودک ربایی پرونده جنایتی آغاز کرده بود.